سرورم، این مجلس مشورت از کجا به فکرتون رسید؟ از اتفاقایی که افتاده باید درس گرفت نامیک باشه. حق با شماست. توی نیچری به جز بزرگان سربازایی هستن که باید بهشون برسیم. آروم و به مرور زمان باید اونا رو هم حل کنیم. البته باید یه سریشون هم سمت خودمون بکشیم که اگه یه بار دیگه خواستن شورش کنن کسی ازشون حمایت نکنه. نبوغ سیاسیتون شایان تقدیر سرورم. نامیک، این فقط یه تصمیم سیاسی نیست. اگه بخوایم مملکت پیشرفت کنه باید مجلسی داشته باشیم که همه بتونن نظراتشون رو آزادانه بیان کنن. آزادی مسئله مهمیه. کسی که آزادی نداشته باشه وجدانم نداره. نداره سرورم. نامیک باشه. بفرمایید سرورم. یه زنی هست که شایسته یه تشکر و قدردانیه. دوست دارم بهش یه هدیه بدم ولی نمیدونم چه هدیه میتونه مناسب باشه. اگه اون زنیه که حدس میزنم جواهرات و وسایل زینتی فکر نکنم قبول کنه. راست میگی، قبول نمیکنه. اگه چیزی هست که خیلی وقت دوست داره و شما هم میدونید، فکر کنم چنین هدیه‌ای اونو خوشحال میکنه سرورم. خب بچه ها، موضوع این درس احساساته. خب شما هم همراه من بنویسید. لا کنفیانس، لا کنفیانس، دوستی. لا میتیه، لا میتیه، امید. l'espoir، l'espoir. جسو چی میشه مازه؟ سامپوق. تکرار کن ببینم. سامپوق. من بزرگ شدم مثل جوانمرد یه محافظ سامپوق میشم. کسی دیگه ای رو به عنوان الگو پیدا نکردی عبدالحمید؟ بالاخره اونم از طایفه خدمتگزاراست. مگه چیه؟ مگه اونم شجاع نیست؟ اون نذاش بریم قصر، خیلی هم جسوره. من که اونا قبول دارم. آنا، تو اصلا تو قصر نترسیدی؟ اصلا نترسیدم چون پادشاه کنارم بود. چرا باید بترسیم؟ خب درگیری ها با صلح تموم شد. دیگه هممون امنیت داریم. بلای بچه‌ها. سر نامیک پاشا نیومد، دیگه چیزی نمیخوام. یعنی از پاشاهای با ارزشمونه، به خاطر این گفتم. فهمیدم گلفدان. خب درس رو ادامه بدیم. لاموخ، عشق. آقا منو یادته؟ آره یادمه. چطوری؟ خوبی؟ خوبم خدا رو خوبه شکر. ماشاءالله. مواظب خودت باش دوباره درگیر تو نشیم. همین میخوای منو ول کنی؟ آره چی کار کنم؟ من به جز شما هیچ کس رو ندارم. حالا که زندگیمو نجات دادین نمیتونین منو به حال خودم ولم کنین. نمیشه. ببین من از بچه یه ذرم خوشم نمیاد. تو این محل هیچکی مواظب تو نیست. اونجا کلی زن است. آها اونها برو پیششون. بدو. شما چه کاره این آقا؟ چطور نمیخوای دست از سر من برداری؟ اهل حرم چطورن کافلا؟ همه خوبن؟ خدا رو شکر خوبن سرورم. البته ترسیدن ولی حالشون خوبه. خیلی خوبه. میگم بهتر یه جشن ترتیب بدیم. همه روزای سختی و پشت سر گذراندن. حقشون رو یکم خوش بگذرونن. اطاعت میشه سرورم. خساست نکن جبری کالفا. شنیدی پادشاه چی گفت؟ گفت تو مهمونی کم و کسری نذاریم. واسه تو فقط جشن و سرگرمی مهمه و ولخرجی. خیره؟ چه جشنی؟ پادشاهمون ترتیب داده. هم به خاطر بارون هم به خاطر پیروزی توی مورا. دیگه چی میخوای؟ پیروزی تو مورا؟ اونجا هم آشوب شده ولی کشتیامون به زور خودشونو با بندر مدون رسوندن.
آشوبم سرکوب شد. خدا رو شکر. چطور موضوع نامیک پاشا رو از من پنهون میکنی آقا خالد ها؟ چطور؟ سلطانه، یه بار دیگه متوجه چنین چیزی بشم هرچی بین ما تموم میشه. نکنه اشتباه کردم به تو اعتماد کردم. خواهش میکنم سلطانه، اصلا به اعتماد من شک نکنید. وقتی والدتون اینجوری خواست، وگرنه من اصلا پنهون نمی کردم. والدم دیگه نمیتونه چنین چیزی بخواد. به زودی از اینجا میره. تو هم اگه نمیخوای همین بلا سرت بیاد دیگه اشتباه نمی کنی آقا خالد. سلطانه، قسم میخورم دیگه تکرار نمیشه. بهتون قول میدم سلطانه. خیلی خوب باشه. تو قصد کار چطور پیش میره؟ شما هم بشنوین تعجب میکنین سلطانه. آقایون، شنیدم که پادشاه میخواد یه مجلس تشکیل بده. نه فقط از بین علما، از یریچری هم میتونن شرکت کنن. خبر خوبیه، ولی پادشاه کسی رو که هم فکرش نباشه تو مجلس راه میده. اشتباه میکنی آقا. از بین اونایی که مخالفت کردن هم انتخاب میکنه. میتونیم بریم اونجا نظر خودمون رو بدیم. عجب چه جالب، خبر خوبیه. آره خبر خوبیه، ولی یه چیزی ذهن منو درگیر کرده. پادشاه چه مجازاتی در واقع برای ینیچریا در نظر گرفته؟ آقایون، تا جایی که من شنیدم پادشاه هیچ کس رو مجازات نمیکنه. هر مشکلی که هست تو این مجلس با مشورت حل میشه. پادشاه هم قلب رئوفی داشته. مشخصه که از بنده های خوب خداست، وگرنه قربونش برم بارون میفرستاد. بارون هم نبود، انگار آسمون شکافته شده بود. نکنه اشتباه کرده. خب اینم اینجا بذارم. انقدر گل کافی نیست، بیشتر جمع کنید، بیشتر. اینا رو هم همینجوری اینجا درست کنید. چه نیازی به این همه تزیینات هست؟ قصر خودش همینجوری زرق و برق داره دیگه. من این چیزا رو نمیفهمم. خودم پیش پادشاه بودم، گفت از خرج کردن نترسید. با این گوشای خودم شنیدم. با تو باشه یه شربت میذاری و یه میوه میگی بیاین اینم از این. اگه به تو باشه که از غرب سیرک میاری انبر. اصلا فکر بدی نیست. یا صاحب صبر. از غرب چطور بیام؟ ای بابا، قرار بود فشفشو بخرم، چطور یادم رفت؟ ای خدای من. نگاه کنم بر آقا، کاری نکن عجلت به دست من باشه. چه فشفشی، فقط اینو کم داشتی. ساکت چی؟ باشه اصلش بشه منصرف شدم. قصدم اینه که بخندیم، چرا اینقدر عصبانی میشی؟ خدای خودت بهم صبر بده. شما هم نخندید، به سر و وضعتون نگاه کنید، رنگولتون پریده. پاشید حاضر شید. شب چه خبره انبر آقا؟ تمومو حاضر کنید، بهترین لباساتون رو بپوشید، مشک و عنبر بزنید. من باید زن بودن رو بهتون یاد بدم. شب قرار خدمت پادشاه باشید. زود باش. شما هم زیاده روی نکنید. پادشاه برای سرگرمی خودش که نمیخواد جشن ترتیب بده، میخواد همه خیالشون راحت باشه و شاد باشن. پادشاهمون سلطان پاشا رو توی یه همچین جشنی دیده و پسندیده بود. برای همینم معلوم نیست چی بشه الان. که اینطور. سرورم، یه مسئله ای هست که باید بدونید. مهندس سرگئی فوت شد. عجب. تحقیق کردی؟ نکنه کسی کاری کرده؟ خودم شخصا بررسی کردم. حکیم گفت هیچ اثری از سم و مسمومیت نیست. حتما ناراحتی معده‌اش بیشتر شده و باعث مرگش شده. روحش هر کاری لازمه برای تشییع جنازش انجام بدیم. به نزدیکانش هم خبر بدید راجع به مراسمش. چشم سرورم. سرورم، یه موضوع دیگه هم هست. بگو موسی. تجهیزات ریختگری کامل نشد. فقط میدونم طرح‌ها تو دفتر مهندسه. پس به همون منوال ادامه پیدا کنه. سرورم، همه جا رو گشتیم ولی دفتر رو پیدا نمی‌کنیم. خب دوباره بگردید آقا موسی.
بازگشایی اسلحه خونه به هیچ عنوان نباید عقب بیفته. اینو بدونید. اطاعت میشه سرورم. وای مثل فرشته ها شدی، خیلی خوشگل شدی. نامیک باشو تو رو میدید چشش برق میزد. ساله اینجوری نگو، خجالت میکشم. ای بابا تو هم خجالتو بذار کنار دیگه. غریبه نیست که داریم از همسر آینده حرف میزنی. دخترها میبینم خیلی بهتون خوش میگذره، داشتیم واسه هم لطیفه تعریف میکردیم. ولی باید عجله کنین. شب اسما سلطانم میاد. اصلا نباید دیر کنین. من الان میرم پیش جفری کالفا، از اونجا هم میرم سر سفره. حتما میخواد راجع به ازدواج من صحبت کنه. آره حتما گلفدان. عممون به ما قول داده بود. من بهت گفته بودم که ازدواجتون نزدیکه. انشالله. بیا بریم باغچه، اگه خوششانس باشیم نامیک پاشا با این حال خوشگل تو رو میبینه. بودو بیا. یعنی میخوام بگم از این به بعد این بچه رو دست تو میسپارم. بگیر و هر جوری بلدی تربیتش کن. دست تو امانه. خیلی فکر خوبی کردی موسا. اینجا هم یه هنر یاد میگیره، هم یه تشک گرم برای خواب پیدا میکنه، هم یه کاسه غذا میخوره. ثوابش زیاده. ممنونم ازت حالا. برو به سلامت. کجا داری میری آقا؟ بچه من 1000 تا کار دارم. مگه نمیگم دنبال من نیا؟ بعد از این اینجا میمونی. خب باشه، ولی منو فراموش نکنی. گاهی یه سری بهم بزن. باشه میام. برو دیگه. موسا واسه خود دوست جدید پیدا کردی ماشاءالله. نگو پاشو. توی دردسری افتادم که امکان نداره خلاص بشم از دست این. حالا که یه بچه داری یه همسرم نیاز داری. نه تو رو خدا. یه آدم خشن مثل من به درد کی میخوره؟ اینجوری نگو. تو هم حتما یه قسمتی داری، ولی اگه بلد نباشی نگاه کنی نمیفهمی کجا. بذار نگاه کنم. نمیبینم. گلفدان این بارم نمیخوای که اینجا بمونی؟ بودو یکم برو اونورتر نامیک پاشو متوجهت بشه ها؟ نه ول کن فعلا. همین که صحیح و سالم دیدمش کافیه برام. باشه این دفعه اصرار نمی کنم چون ازدواجتون دیگه نزدیکه. راستی ساله یه سوال دارم. به نظرت نامیک پاشا برای چی با این مرد خشن و بیادب وقت میگذرونه؟ آقا موسا رو میگی؟ نمیدونم، معلومه که با هم صمیمی هم. بگذریم، اگه نمیخوای بری جلو بریم تو، وگرنه بازم جفری کالفا گیرمون میندازه. باشه بودو گلفدان. باشه بریم. زود باش دیگه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. یکم بپیچون خاتون. این چیه انگار چوب خوش وایستاده؟ 1 2 3 1 2 3. قرار خدمت پادشاه برید. یکم عشق و ناز داشته باشید. 1 2 3 1 2 3. آره یکم همینطوری. ببینم. آفرین. ببین چه قشنگ انجام میدی. 1 2 3 1 2 3. واقعا که همه عالم دست به دست هم دادن که پادشاه ها از راه بدر کنن. والا آدم پادشاه شه جلوت برقصن به خاطرت آرایش کنن و حاضر شن. خیر باشه معلم. دیگه داری خودت به خودت قور میزنی؟ همینجوری داشتم قور میزدم. واقعا؟ حالا واسه چی داشتی قور میزنی؟ اگه اجازه بدین امشب نمیتونم بیام به جشن. بابا چرا؟ چون که دلم نمیخواد. در ضمن این جشن فقط برای سرگرمی شما ترتیب داده میشه. همه حرمسرا برای اینکه مورد پسند شما باشن از صبح دارن حاضر میشن و کار میکنن.
نمیشه خانم معلم. تو هم حتما باید بیایی. تو هم یکی از اعضای این خانواده. مثل همه دوست دارم تو رو اونجا ببینم. باشه، حالا که اجازه نمیدین مجبورم که بیام. سلطانم، خیلی وقت صدای قشنگتون رو نشنیدیم. میشه لطف کنین امشب یه چیزی بخونی؟ اگه پادشاه دوست داشته باشه چرا که نه؟ البته که دوست دارم. میدونی که صدا تو خیلی دوست دارم. Sen benim doğan güneşim, saadetim, hasretimsin. Sen yoksan eğer feryat benim, figan benim. Etme dili suzanıma, eyleme zulüm. Nefesim sensin, sen yoksan dayanmaz gönlüm. بسته دیگه اینقدر انگور نخور، زیادی بخوری حالت بد میشه. آره همونطور میشه. حداقل اعصابم یکم آروم‌تر میشه. میخوام بپرسم چرا اعصابت خورده، اما خب معلومه تقریبا. منم قصدن دعوت کرد، حتما برای اینکه شکنجم کنه. یعنی این نظامو کی درست کرده به نظرت؟ حتما یه مرد بوده. عصر بخیر سرورم. عصر بخیر اسما. سلطانم باز امشب خیلی شیک و خوشگل. تو هم همینطور هوشیار. حالت که خوبه؟ دعاگوی شما. با اجازتون من برم. بیا بشین اسما. خب ببینم چطوری؟ خدا رو شکر خوبم سرورم. شما چطوری؟ خیلی به خیر گذشت. مشکل بزرگی پشت سر گذاشته. آره همینطور. ولی همونطوری که میبینی هر شبی یه صبحی داره. موقع آتیش سوزی نترسیدی که؟ نترسیدم ولی خیلی نگران شما شدم. خدا رو شکر که بارون به موقع بارید و از اون فاجعه نجات پیدا کردیم. به نظرت راجع به من صحبت میکنن؟ پادشاه چی میگه به نظرت؟ بابام به تو یه محبت خاصی داره چون امانتی پیشش. خب نامیک پاشارم خیلی دوست داره. وایستا ببین با ازدواج تو موافقت میکنه. هرچی خیره ایشالله. گلفدان چقدر بزرگ شده، چقدر خوشگل‌تر شده مگه نه؟ آره آدم وقتی بچه‌ها جلوی چشمشن متوجه بزرگ شدنشون نمیشه. گلفدان و صالحه چند روز پیش اومدن پیش من. خبر دارم. با گلفدان یکم حرف زدیم. به نظرم وقتی ازدواجش رسیده. واقعا؟ خب گلفدان چی؟ اونم مثل تو فکر میکنه. خودش موضوع باز کرد. خوبه. پس باید یه داماد مناسب پیدا کنی. تو هم که حسابی تو این کارو مهارت داری اسما، درسته؟ یکم فکر کن ببین. راستش تو فکرم یکی هست. واقعا؟ خب کیه؟ رئیس تفنگچیا.
به نظرم داماد خوبی میتونه باشه. موسای ما؟ دقیقاً خودش. موسا پهلوونه، آدم خوبیه، ولی چطور بگم؟ میدونی مثلا مثل نامیک با احساس نیست. گلفدانم برعکس اونه. به نظر تو اینا با هم کنار میان؟ سرورم، همیشه میگن آدمایی که روحیات مخالفی دارن راحت‌تر با هم کنار میان. چرا که نه؟ من به موسا تو همه چی اعتماد دارم. به نظرم خوب میشه، ولی باید از گلفدانم بپرسی. به نظرم گلفدانم راضی باشه. بازم من یکم راجبش فکر میکنم. اجازه بدین از خانما هم یه احوال پرسی بکنم سرورم. حتما. من این منظره رو بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. شب بخیر سرورم. شب بخیر معلم. چی شده؟ زود داری میری؟ همینقدر خوبه سرورم. خیلی خوب. پس شب بخیر. خب سلطانم، چیزی نمیخواین بگین؟ صحبت کردیم. حرف زدیم. چی گفت؟ آماده باش گلفدان، به زودی ازدواج میکنی. من بهت نگفتم این اتفاق میفته. خیلی ممنونم عمه جون. اگه شما نبودین جسارت نمی‌کردم با پادشاه صحبت کنم. این چه حرفیه؟ وظیفم. یه طرف رقاصه ها، یه طرف خدمتکارا. هوشیارم که یه تنه کافیه. اصلا به من احتیاجی نبود. این هدیه برای توست.
سلطانم. خیلی وقت منتظرم بیاید بیرون و شما را ببینم. خوبه. دیدی؟ چی کار میکنی؟ یکی میبینه. اسما، من به خاطر تو حاضرم با دنیا بجنگم. من اینجوری نیستم ولی برای اینکه عشق تو بهم نشون بدی حتما باید بمیرم. از اونجایی که خیلی زود با مرد دست و پنجه نرم میکنی پس هیچ جای نگرانی نیست. اسما، یادت باشه که اون روز گفتی منو بخشیدی. همینجوری گفتم. اگه قرار بود هر قولی دادیم عمل کنی، اول راجع به قولایی که تو دادی و عمل نکردی حرف میزدیم. شب خوش. اسما، ای کاش دست از این کل شقیت برمی داشتی. پس پیانو که میگفتن این بود؟ خیلی هم خوب میزنی کبوتر. هنرای این زن تموم شدنی نیست دختر. چه خبره؟ دیوار درست کردیم؟ برین کنار، برین کنار. بودو کبوتر، پادشاه تو رو صدا میکنه. بعدن میزنی. موزیک پیانو هم برقو، پیانو. حالا هرچی. یالا را بیفت. پیانو. گلزار، یه صدای نغمه خوبی اومد. تو هم شنیدی؟ مگه میشه نشنوم سلطانم؟ گشتم پرسیدم این نغمه از کجا داره میاد. یهو دیدم از اتاق کبوتر میاد. کاش میدیدین انقدر خوب میزد. واقعا خیلی ماهر بود. چرا اینقدر چرت میگی گلزار؟ چی میزد کبوتر؟ پادشاهمون پیانو هدیه داده بهش. اونو میزنه. چطور ممکنه؟ این زن کیه که پادشاه به اون همچین هدیه ای میده؟ الان میبینین پیانو رو. فقط یه نامه؟ فقط یه نامه کوتاه و هیچ توضیحی هم اون وسط نداده. هوس. میدونی تو روسیه بهش چی میگی؟ میگیم بلاش. معنیش یکیه. یعنی هوس. بلاش. بالاخره رسیدیم نیکولای. استانبول بعد از این همه وقت اصلا عوض نشده. ببینیم ما نه عوض شده یا نشده. نگران نباش. باور کن زوج‌های جوان همیشه مشکلاتی دارن که باهاشون روبرو خواهند شد. بیا تو. سرورم، خیلی 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 ممنونم. شما به من فقط یه پیانو ندادید. شما به من بچگیم و خاطراتی که از مادرم داشتم و هدیه دادید. ولی از کجا فهمیدید که پیانو میخواستم؟ یه پرنده هایی دارم که برام خبر میارن. مگه فقط تو کبوتر داری؟ آی پری، حتما اون گفته. چون من فقط برای اون تعریف کرده بودم. وقتی مادرم فوت کرد و ما از روسیه جدا شدیم، مجبور شدیم پیانومون اونجا بذاریم. تو همه زندگیم همیشه تو دلم مونده بود که اونو اونجا جا گذاشتیم. واقعا هر چقدر تشکر کنم بازم تو لیاقت بهترین چیزا رو داری آنا. سرورم، اگه این تشکر برای اینه که اون شب پیش شما موندم، من به دنبال چیزی نبودم. دلم خواست که بمونم پیش شما. به نظر من شما هم اگر من تو اون شرایط بودم اصلا منو تنها نمیذاشتین. من به این ایمان دارم، مطمئنم. چرا اینطوری فکر میکنی؟ چون میدونم به اندازه‌ای که من برای شما ارزش قائلم، شما هم برای من ارزش قائل.